دوتا شیموی یاره؟ راستشو بگو. نکنه آدم فضایی یه خورده برام فضای سوبه بکو. بودو تا مامان نیومده. مامان بیاد دیگه نمیذاره باد بازی کنم. بودو کم صحبت کن. مهلا بودو الان اکرم خانم میرسه. بودو مامان تو رو خدا من نمیخوام برکم. بودو لوس بازی در نیار. میخوام امیدو ببرم دکتر. مطمئنم امروز دیگه تغییر کرده. بودو جمع کن کتاباتو. مامان بودو مهلا. بچه بازی چیه در میاری از خودت؟ فقط دعا کن که اون چیزی که میخوام اتفاق افتاده بشه امروز. با خبرهای خوب برگرده. بودو جمع کردی؟ آفرین. باریکلا. بپوش تو. آفرین. ای بابا تو که باز دست این طفل معصوم گرفتی آوردی اینجا که؟ سلام خانم دکتر. یک دکتری از تهران آمده بود، یک عالمه دارو داد. گفت 1 ماه استفاده کنن بعد بیارن معاینش کنن ببینم تغییر کرده یم. خانم دکتر الهی قربونت بلند شو 1 معاینش بکن. ما مطمئنم این دفعه بچم رشد کرده. بلند شو خدا خیرت بده. اونم گفت که 50-50. حالا بذارش رو تخت. بزنش روی ترازو لطفاً. تغییر نکرده. تغییری هم نمیکنه. خانوم بچه رشد نمیکنه. همین میشه دیگه. وقتی به حرف ما پزشک گوش نمیکنید اینجوری میشه. وقتی از همون اول میگن بچه باید سقط بشه واسه همین روزاست. حالا یه به توصیه ما پزشک گوش ندید. سلام. سلام. حالا چطور؟ خوبی؟ بهتر شدی؟ ممنون خوبم. بفرمایید. مال توه. برامون؟ آره. این کارا چیه آقا نادر؟ زشت جلو مردم. چه اشکال داره؟ ناسلامتی من پسرعموتم. خب برات گل آوردم. منو دعوت نمی‌کنی بیام تو؟ راستش آقا مرتضی خانه نیست، بچه‌ها هم مدرسه. ای بابا. تا به چه چیزایی فکر می‌کنی ها؟ واسه البته ما فامیلیم. البته میدونستم نیستن، به خاطر همین اومدم که راجع به یه موضوعی با صحبت کنم. چه موضوعی؟ ببین مریم، درسته سالها گذشته تو ازدواج کردی، بچه داری، ولی هنوز از دید من چیزی عوض نشد. ببین آقا نادر، همینجوری که خودت گفتی، هم چند سال گذشته، هم ما الان شوهر دارم، 2 تا بچه دارم، 1001 نوع بدبختی و گرفتاری دارم. الان هم تو رو خدا برو، خوبیت نداره، زشت جلو مردم. ببین مریم، من اومدم کمکت کنم. همه مشکلات تو با پول حل میشه. من دیگه اون رجب علی سابق نیستم، من شدم نادر. من ببخشید. ببین شما بیان. بدو همچه قراره نداشتم. من گفته بودم خودم میام. خیابون شلوغه. ای بابا. نق نزن راه برو. مامان نکن بی خودی. بدو. مریم خانوم، میدونستم قبول میکنی. میدونستم روی من زمین نمیرسی. آقا نادر، ما این تصمیم چند وقت گرفتم، ربطی به آمدن شما و حرفای شما نداره. دیشب هم گفته بودم.
میدونم همینا رو میدونم، فقط خواستم تشکر کنم. خیلی ممنون. آقا نادر شما برشه تشکر میکنین؟ بعداً بهت میگم ممنون. مهلا مواظب امید باش. خوش آمد. ببخش. جان یه چه وضع زندگی برای خودت درست کرد. نگاه کن 3 ساله که نه تو به جایی رفتی نه یک بده به جا. تا کی میخوای همینجوری ادامه بدی؟ این چه وضع زندگیه؟ درسته به چته دوستش داری ولی این هم طرز زندگی نیه. تا کی میخوای جوان بشی؟ فردا از کتکول مفتی بعد کی میخواد از تو به جاد نگهداری کنه؟ یک شوهر پولداری هم نداری که حداقل تو این شرایط یکم بهت کمک کنه. زنمو 1000 بار تا حالا این حرفا رو تکرار کردی، عین 1000 بارم بهت گفتم ما زندگیمو دوست دارم. دست آجمو هم درد نکنه که تا الان ما رو تنها نذاشت و همه جوره کمک ما کرده. فکر کردم حالا که با رجب علی آمدن حرف تازه‌ای بره گفتن داره. مریم جان ما که خرافاتی نیم ولی فکر نمی‌کنی این وضع زندگیت از آه نادر ما بشه؟ نادر ما به چهات دوست داره، بتونی به چهات با خودت نگه داری. این فرصت خوبیه. بعد پشیمون میری ها. سلام آقا. سلام بابا چطوری حالت خوبه؟ چه خبر؟ چینجا میری؟ خب کدوم حرفه؟ چی شد؟ عجمو میشه فرد سر کار نیام؟ میخوام برون بگردم یک دونه آسایشگاه خوب پیدا کنم بره بچه. سلام آقا دکتر. باز که آمدین به اینجا شما که ما که بهتا گفتم اینجا جای خالی نداره برشین متوجه نمیشین چرا اینقدر با ما چانه میزنین شما؟ آقا دکتر تو رو خدا یک کارش بکن. خب بگین ما چی کار کنیم تا ما همون کارو بکنیم. میخواین یکی از بچه ها رو بذاریم بیرون بچه شما رو بذاریم داخل؟ جان نداریم دیگه. ای بابا سلام بابا. آقا نادر اومدی اینجا. نمیدونم نه تو خونه نیومده تو حیاته. نمیدونم اصلا نه با ماما صحبت میکنه. باش آها باش خدا. نادر چی میخوای اینجا؟ آره چی میخوای؟ در خونه من چی میخوای؟ لعنتی! برو تو. ولی چقدر برو تو. ای بود جوابی همه خوبیم به تو؟ خیلی نمک نشناسی مرتضی. اشتباه کردم، بد کردم، بهت شغل دادم، کار دادم، زیر بالا پرت گرفتم، با 2 تا بچه ول بودی کف خیابون، بعد تو بیای بزنی تو گوش بچه ما؟ حاجمو شما که نمیدونه چی رو نمیدونم؟ حاج نگاه کن حاجمو بگردن حق داره دین داره ناشومنی نخون دیگه. آشکرین ملکاتی. ببینن بی رجبلی بگید مریم شوهر داره شوهرشم مویام. آقا نادر دوباره مثل بچه ما به زبون دیا. نادر؟ اینقدر نادر کردن که فکر کردن نادر شاه هوا برش داشته. همه باید بهش بگن چشم. گمراز بخواسته برو بیرون. گمرا برو بیرون. بدبخت به تو همیشه گفت شوهر. من از روز اولم نمیخواستم مریم رو به تو بدم. اگه الانم کمکت کردم فقط به خاطر همون مریم بود، به خاطر داداش خودم بیامرزم بود.
بفرمایید. خواهش بفرمایید. دست در نکنه. آقا شما هم دیگه از فکر فروختن موتور بیا بیرون. اینم کار. حاجی دست درد نکنه. فقط بدونی مقام طرف قابل اعتماد هست یا نه؟ پول مده. آقا شما نگران نباش دیگه. شما همین رنگ زعفرون میزنی به ریشه ها و تموم. مقام مشکلی داشت بردم تو خانه ما تو حیاط خانه ای کار میتونستم انجام بدم. بابا راضیش کردم. خدا اگه خواسته بشه یه کار درست کنه خودش میدونه چی درست کنه. ببین در حدیث آمده که معصوم می‌فرماید هر کی به خدا اعتماد کنه خدا روزیش از جایی که فکر نمیکنه براش میرسونه. مقام عجیب ببین روزی ما دست چه آدمایی افتاده. ناشکری نکن دیگه. بلند شو برو به کارت برس. بلند شو. وایسه. حالا خوبه بهت گفتم زود بیا. اونا چیه دستت؟ هیچ شغل جدیده. اینا چیه دستت گرفتی؟ شغل جدید یعنی چی مرتضی؟ هیچه. پیش زعفرون رنگ میخونه بدیم بهش. خدا مرگم. بخی کلاهبرداری کنی؟ بخی مردم رو مسموم کنی؟ آی شغل جدید این شغل جدیدت؟ دیوانه رفتی زن؟ بهت گفتم ریشه رنگ زعفرونا رو با رنگ خود زعفرون رنگشا میکنیم بدیم به مشهد. او هم خودش مفسه ای ورور. ما چیکار بی حرفاش داریم؟ حالا ولش کن اینا رو مرتضی. بابام این رجب علی برگشته خب؟ چشم روشن. فکر کنم میخواد یه کار و کاسبی درست حسابی راه بندازه. وگرنه دیوانه نیست که بعد این همه سال برگرده. او خیلی زرنگه. ماشینشو دیدی؟ ماشینشو دیدم. مریم تو چی میگی؟ ما بیورزه‌یو نمیتونم زندگیمو بچرخونم ها؟ مریم همینقدر که ما رو مدیون عمود کردی بس هفت پشتمه خب؟ ما رو مدیون رو زیر دین این پسرعمود نکن. چی اسمش رجبلی؟ البته پسرعمود تو خواستگار سابقت. یه چیزی یادم آمد. آقا رجبلی اسبق، آقا نادر فعلی. حالا اگه خوشمزگی تموم شد بیا بالا شام بخور. بسی ناراحت میری؟ وایسا زن شام چی داره؟ سلام بابا. سلام مامان. به چند پوست و استخون شده. معتاد شدی ها؟ بابا این حرفا چیه میزنید؟ اصلا به چی آمدین اینجا؟ مگه مگه یکی ما رو اینطوره نبینه فردا 1000 حرف پسته. خودت میدونی که مادرت نمیاد. مامان تو رو جده تو رو خاک آقا بزرگ دست بردار. 10 سال گذشته هنوز داره کشش میده. و قسم خوردم تا وقتی تو با اون دختر تو خانه زندگی میکنی پام تو خانه‌ات نمیذارم. مگه تو شهر خود ما قطعی دختر بود از سربازی مثل بچه آدم برمیگشتی میومدی خانه بهترین دختر شهر برات پیدا میکردم بهترین زن برات میگرفت و بهترین زندگی رو برات درست میکردم و از اون زن گرفتنت و هم از اون بچه آوردنت. مامان تو رو حضرت عباس ول کن. الان همه مشکلات دنیا حل شده فقط مشکل شده همین بچه ها؟ بابا اصلا برای همین گفتم بیایم میخوام بذارمش آسایشگاه. گفتم بیایم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. برای همین یاد پدر مادرت افتادی یاد پول افتادی. پول آسایشگاهی بچه تو رو ما باید بدیم. برو از عموش بگیر. عموش که پول داره کل خانه داره مغازه داره. برو از عموش بگیر. بابا ما اصلا غلط کردم به شما گفتم. اصلا خودم یک جوری جورش میکنم. بابا دست درد نکنه. ماما خیلی ممنون. خیلی ممنون. چیزی نگفتم مادر. برو مرد دنبالش. برو اگه تو جیبت پول هست بهش بده. برو خدا خیرت بده. برو دنبالش مرد. برو گناه داره بچه تا یه همه رو آمده. برو دنبالش. اینا خیلی گیری نشون.
از کجا پیدا شد وسط زندگی ما؟ همه چیه نابود کردی. این یک زلزله افتادی به زندگیم. همه چی ازم گرفتی. مریم گرفتی، معلا گرفتی، جوونیم گرفتی، زندگیم گرفتی. به چی بقیه از جون ما؟ ما دیگه چیزی ندارم، خسته رفتم به قرآن. کاش لااقل خوب مرفتی، کاش لااقل یک راه چاره‌ای برات بود، ولی اینجوری تا کی؟ به چه ما خسته رفتم به قرآن. بابا تو بره چی نمیبینی؟ باش. سلام حاج آقا. سلام. نباشی. بفرمون. حاج آقا الان پایین خدمت یکی از همکارات بودم، شهرتون بهش توضیح دادم. بعد گفت بیام خدمت شما، گفت زنگم بزنه. زنگ زد، صحبت کرد. بفهم. حقیقتش یکی از دوستان شرایطش دقیقا شبیه شرایطمون بوده تو تهران. بعد تونسته وام بگیره. واسه میدونم وامش شامل حال ما میشه نمیشه چجوریه؟ دوست درست گفته. وام شامل حالش وام بشه. جدی میگن از حاله؟ خب چیکار باید بکنم؟ شما همین الان میری انتهای راهرو، یه فرم تقاضای وام میگیری، دقیقاً پر میکنی، با مدارک میاری جای من، بررسی میکنم خبرش بدید. حاج آقا این فرم و مدارک که آوردم خدمتتان، وام چقدر طول میشه دستم بگیره؟ 5-6 ماه و اینا که نیست که نه؟ اگه مدارکت کامل بشه مشکلی نبود، فکر میکنم 2 هفته دست بگیرم. 2 هفته حاج آقا؟ دست تپ نکنه حاج آقا. حاج آقا خدا از بزرگی کمت نکنه. 2 هفته دیگه. آره 2 هفته. آقا دستگیر زندگیت بشه. آقا دست شما درد نکنه. خیلی لطف کرده. حاج آقا دست شما درد نکنه. ممنون. خدا نگهدار. حاج آقا به خدا ما نمیتونم هر روز پاشم بیام برم. گرفتارم حاجی. اصلا نیاز بزرگ شما نیست آقا. شما وقت ما خودت میری گفتم بهت خبر میدم. حاج آقا خودت قضاوت کن. از زمانی که گفتی 2 هفته چند وقت میگذره؟ به قرآن گیری پولا. ببین تمام مراحل اداریش طی شد. شما فقط باید صبر کنید تا تامین اعتبار بشه. به محضی که تامین اعتبار شد همکارا باید خبر میده. چیه؟ ناقابله. باور کن ما همه تلاشو میکردیم که آقا مرتضی برگرده سر کارش. حاجبو همراهی کرده ولی خودش نمیخواد. خودش آدم نیستمون. آدم نیست. از اولش هم نبوده. یادت عمو چند دفعه آمدیم دم خانه تا و رفتیم؟ خیلی ممنون حاجمو. از شما به ما خیلی زیاد رسیده. با اجازه. کجا داری میدی؟ بگی پول دستت باشه تا آقا مرتضی یک کاری پیدا کنه. بده به خودش حاج مومنی. مرتضی مرده، بهش بر میخوره، غرور داره. خرج و برج خانه دست زن خانه است. باریکلا. ولی اینا خیلی زیاده حاج آقا. شما که فقط یه حقوق بازنشستگی دارن. شما به فکر این چیزا نباش دختر. ببین
در حدیث آمد. ما مطمئنم شما قصد تو خیر و ثوابه، ولی توی این شهر از ما نیازمندتر خیلی زیاد پیدا میشه. فعلا باید برم دنبال مهرا. با اجازه. خیلی پیش. مریم فعلا چاره دیگه نداریم. بعدم بهت قول مدم همینقدر که از یه آسایشگاه اطراف جای خالی شد دست امیدی بگیرم بابرم بذارم اونجا. قول بهت مدم جون تو. باید به هم قول بدی مرتضی. گفتم قول بدی. باید قول بدی هر روز ما رو بیاری اینجا بچه‌مو ببین. باشه یک دو. بعدم مریم خواهشاً ما هنوز بچه اینجا نذاشتیم. دست از این حرفا و کارات بردار. خدا رو شکر امروز بهتره بابا. سلام خانم. سلام. سلام خانم. سلام. عزیزیم سرکار خانم. با شما هماهنگ شد یا نه؟ بله اتفاقا هماهنگ شده قراره اینجا بمونن. دست شما درد نکنه. فقط خانم معذرت میخوام اگه بشه بیام پنجشنبه ببرمش، جمعه هم بیارم خدمت خودتون. ما جمعه ها پذیرش نداریم، اگه میشه شنبه بیارم. باشه ایراد نداره، دست شما درد نکنه، خیلی زحمت میکشه. ممنون از لطفتون. مامان مریم خاطر اینجا از خانه ما خیلی بهتره. همینه که ما رو قبول نمیکنه. بنده خود ما میامدیم. ببخشید. یا علی بابا بشین به سرو. چطوری تو؟ در خوبی بیا. دوست جدید ها. آمام نداریم؟ با اجازه. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ. ای جان چیه بابا؟ امید؟ بله باباشون. یا ابوالفضل چی؟ امید مرد؟
ها